به نام خدا، دکتر فرخیان هستم. تحصیلات عمومی رو توی سیستان بلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بودم و برای تحصیل تخصصم در رشته جراحی عمومی در دانشگاه گیلان پذیرفته شدم و تحصیلاتم رو تو دانشگاه گیلان به اتمام رسوندم. در حال حاضر متخصص جراح عمومی هستم و بورد تخصصی جراحی عمومی. اصالتا رامسری هستم و در واقع برای گذراندن دوره طرح توی شهرستان رامسر در خدمت همشهریای عزیز هستم. با توجه به اینکه در واقع ما مدت‌های زیادی شهر ما با چالش‌های مختلف درمانی روبرو بوده، من مدتی که در تونکابون و رامسر ملاحظه می‌کردم دیدم که یک مقداری مشکل جراحی وجود داره، چون تعداد جراح کم هست داخل این منطقه و مردم به خاطر نبود برخی امکانات می‌اومدن به شهرهای بزرگتر، رشت، ساری، تهران تا کارهای درمانیشون، امورات درمانیشون رو پیگیری بکنن. علیرغم اینکه جراحای عزیزی که داخل منطقه بودن زحمت بسیار زیاد می‌کشیدن، ولی خب چون جمعیت زیاد هست و تایم کم هست و با یک نفر یا دو نفر مشکل مردم حل نمی‌شد و اونجا مریضایی که از رامسر می‌اومدن در رشت عمل می‌شدن. این همیشه تو ذهن من میومد که خب چرا ما که بچه‌های در واقع بومی رامسر هستیم بیایم تو شهر خودمون کار بکنیم و مردم خودمون خدمت بکنیم و به نظر من این هم برای من بهتره، برای ما رامسری‌ها بهتره، برای مردم بهتره و برای بیمارستان. نکته‌ای که توی این مدت جالب بود در بیمارستان رامسر دیدم، امکانات خوب بیمارستان رامسر بود برخلاف اون چیزی که همیشه از بیرون میشنیدیم. خوشبختانه اتاق عمل بسیار مجهز و خوبی داریم و توانایی انجام عمل‌های بسیار زیادی رو اینجا داریم. از نظر پرسنل، پرستار و خدمات و نیروهایی که داخل بیمارستان هستن، کادر بسیار حرفه‌ای اینجا وجود دارن و کار میکنن. با تجربه خدمتتون عرض میکنم، چون در بیمارستان‌های مختلفی در جاهای مختلف کشور کار کردم. امکاناتمون خوبه و من خودم افتخار میکردم که در رامسر ما یه اتاق عمل با این تجهیزات و با این امکانات داریم و امیدوارم که بتونیم در ادامه با تامین برخی نیازهای ضروری بیمارستان یه سری از مشکلات ریشه‌ای و اساسی که باعث اذیت و زحمت بیماران و همراهان میشه که مجبور میشن بیمار رو به شهرهای دیگه ببرن، حالا یا با رضایت شخصی یا با اعزام، این مشکلاتشون رو کمتر بکنیم. امیدوارم که مسئولین محترم در واقع همکاری لازم رو بکنن که همونش که ازشون تشکر داریم، همیشه همکاری کردن و در ادامه هم مسائل خیلی ضروری برای رامسر مثل دستگاه MRI DWI که خیلی ضروری هست برای تشخیصات، مخصوصا تشخیص‌های مغز اعصاب. برای اتاق عملی دستگاه سونوگرافی که دارای پروب عروقی باشه که ما بتونیم تمام پورت‌ها و پرمیکت‌ها رو انجام بدیم، هرچند همین الان هم داریم انجام میدیم و این مژده رو به همشهری عزیز میدم برای تعبیه پرمیکت یا پورت برای شیمی درمانی. در بیمارستان رامسر هیچ مشکلی وجود نداره و میتونن اینجا با خیال راحت این کار رو براشون انجام بدیم و دیگه خدای نکرده دچار زحمت نشن برای رفتن به شهر دیگه‌ای. و درخواست دیگه‌ای که دارم این بود که برای بیمارستان رامسر اتاق عمل یه سری امکانات جزئی هست برای برخی از عملات اورژانس که حالا من در واقع صورت نوشته‌ای به مسئولین اتاق عمل دادم، ان شاءالله به دست مسئولین رده‌های بالاتر برسه و بتونن تامین کنن. در آخر تشکر میکنم که این مصاحبه رو گوش دادین و بیمارستان رامسر رو حمایت بکنید از خیرین محترم، مردم عزیز و هر ارگان یا نهادی که میتونه کمک حال بیمارستان رامسر باشه. درخواست میکنم که یه نگاه جدی‌تری به این مسئله داشته باشن و انشالله با کمک همدیگه بتونیم بیمارستان رو به اون نقطه‌ای که باید باشه برسونیم. در حال حاضر این پتانسیل واقعا وجود داره، امکاناتمون واقعا خوبه. در بعضی از زمینه‌ها عرض کردم نواقصی هست که انشالله به کمک مسئولین محترم بیمارستان و شهرستان و استان تامین خواهد شد. خیلی متشکرم.